سلام عشقای داشت، خیلی خوش اومدیم به این ویدیوی جدید 10 گانه بهتر استن 6 همراه با اتچمنت. خب الان تو این ویدیوی ما 10 گان برتر سیزن 6 رو بهتون معرفی میکنم و همه اتچمنت ها رو هم بهتون میگم. بریم تو ویدیو. خب اینجا ما همون اول کار صدیو میتو داریم که واقعا این سیزن باف شده. البته صدیو میتو هر سیزن باف میشه، یعنی حالا من فکرم ندیدم که سال نرف بشه. خب اکثرا بافن و حالا میبینید که صدیویده به این راحت گیرنده میکنه. تو این ویدیو براتون دوتا اتچمنت صدیویده میذارم. آخری دمیجش بیشتره ولی اولی به نظر من هر دوتاشون هم بهتره مونده برای اینکه چیزی راش میدیم. اولی دقیق تر میزنه، دومی دمیجش بیشتره. خب اینجا کیارما دارید که واقعا وان تپ میکنه. اینجا دست من نتم رفت مثلا یه جوری شد. خب میبینید که از 20 متری کاملا وان تپ میکنه. و حالا میریم سراغ HS. هم این اتچمنت HS اکثرا روی HS آتی هم جوابه. درسته و اینجا کم پینگم خیلی خرابه، یکم دمیج کنی بعض جا، ولی اکثرا در فایت ها جوابه. این که بعد این اتچمنت HS یا اتچمنت HS لجند بهتون میدم که به نظر من اتچمنت دومی برای اتچمنت HS لجند به نظر من بهتره، ولی حالا مونده برای سلیقتون که گانتون چطوری باشه. خب بریم سراغ اتچمنت HS لجند. اینجا میبینید که اتچمنت HS لجند واقعا بهتر وان شات میکنه. اینجا بازم من نتم یه لحظه رفت. خب نگاه کنید این اتچمنت HS لجند واقعا خیلی خوب وان شات میکنه. میتونید تو ویدیو نگاه کنید. خب قشنگ منتخب کنید. اگه میخواین اتچمنت ها رو دریافت کنین وایسید تا آخر ویدیو که آخر ویدیو همه اتچمنت ها رو گذاشتم، بدین اسکرین شات بگیرید و استفادهش کنید. خب اتچمنت اودن این سیزن واقعا باف شده. هیدو تقریبا دو سه شات میکنه. اینجا میبینید کاملا هیدو بزنید 3 شاته، یعنی واقعا عالیه. اگه ایمتون رو انمی خوب باشه و خوب بهتون ایم رو گفت کنید واقعا عالیه. یه ویدیو جدیدم برای این درست میکنم که راحت بتونین ایمو رو انمی قفل کنید و راحت بزنیدش. خب بریم سراغ DLQ زیلا. DLQ واقعا خیلی باشده این سیزن میتونم بگم که یکی از بهترین یا همون میشه بگم که بهترین اسنایپ بازیه. میتونیم مشاهدش کنیم به راحتی. میتونم این بگم هنوز این بدون پرکه. اگه اون پرک لجندم روش بندازین یک دوتا واقعا عالی میشه. میتونین راحت انمیو اگه فاصلتون خیلی کم باشه با انمی میتونین راحت هیپ فایر بهش بزنید. بعد این اتچمنت اتچمنت HDR هستش که واقعا این دوتا گان این سیزن واقعا عالیه. برای مولتی کوشخه خوبه، برای بتل دیل و HDR میتونید ببینید HDR واقعا عالیه. میگم HDR تو این سیزن و فکر کنم از 3-4 سیزن قبلی انگار یه جوری شده که وقت ایمو میگیری کامل انگار باز نمیشه. خب خوبیش هم اینجاست، وقتی که شما هنوز ایمتون کامل باز نشده اگه ایمتون خوب باشه میتونید راحت انمی هیدشو بگیرید، هم از فاصله دور و هم از فاصله نزدیک، و این واقعا مزیت خیلی خوبی از نظر من. میکنی از نزدیک هم میشه کاملا راحت هیپ فایر زد به انمی. اتچمنت بعدیمون اتچمنت SMG است. این اتچمنت واقعا عالیه. میتونین نیا کنید اگه شاتگان پلی نیستی و مثلا انمی که داره بهتون راش میده اون مثلا شاتگان پلیره. خب اینجا واقعا اگه انمی یه شاتگان میفته کارش تمومه، چون اگه ایمتون بازم اینجا ایم نیاز، اینجا ایم اونقدر هم نیاز نیست چون میتونی راحت هیپ فایر بزنی. اگه اینو میس بده در جای مرده. خب اینجا اتچمنت SO14 داریم که واقعا بی‌نظیره. هید 2 شات رو هید که اگه از فاصلتون از انمی بیشتر باشه مثلا فاصله زیاد باشه، اگه دست انمی اسنایپ باشه و اسنایپش خوب نماشه راحت مرده. یعنی 2 شات هید بزنین طرف مرده. در حد اسنایپ
واقعا فوق العاده است. البته یه چیزم بگم، توجه داشته باشین، من ایمی که میذارم روی گان حتما اونو بذارید که بتونین انمی رو راحت‌تر بزنید، ولی بازم خود دانید. این اتچمنت سلیبده دوم هست که بهتون گفته بودم. این گان دمیجش بیشتره، فورتش هم میگم بیشتر از گان اولیه. حالا یه گان اولی رو براتون تست کنم که راحت بتونین انتخاب کنین که کدوم رو میخواین بچینین روی گانتون. خب این مشاهده میکنین واقعا گان عالیه. خب حالا سلیبده اتچمنت اولی که بهتون گفته بودم، میبینین که راحت میگیره روی انمی، کامل ایمش از اولیه بهتره، ولی اگه ایمتون دقیق نیست دومی بهتره. خب بریم سراغ انمی، سراغ اتچمنت ها. این هم از اتچمنت هایی که بهتون گفته بودم. تو قصه الان میاد روی دیل. خب دیل میتونین یه نه این اتچمنت دیگه هم بذارین روش، ولی هر جور راحتی. من که نذاشتم روش، ولی شما اگه خواستین بذارین، فرقی نمیکنه. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردین. عشقا، خدافظ، پیس.